سلام دوستان و عزیزان علاقمند به دوبلاژ فارسی و طنز، به کانال مسعود دوبلاژر خوش اومدید. این بار یکی دیگر از ویدیوهای مستر بیست رو براتون دوبله کردم. این ویدیو به خطرناکترین اتاقهای فرار جهان میپردازه که من اون رو به صورت رسا و شیرین و جذاب براتون دوبله و آماده کردم. امیدوارم از دیدن این ویدیوی جذاب لذت ببرید. من خطرناکترین اتاق فرار جهان ساختم. اگر این شرکت کنه بتونه کمتر از یک ساعت این اتاقها را فتح کنه، برنده $100,000 خواهد شد. سطح یک این رالی، آنها قبل از اینکه این میخواه اونها را سوراخ کنه باید از این اتاق فرار کنن. من رفتم. خیلی متاسفم، دیوارها در حال بسته شدنن. اساساً شاید میباره. باید از اتاق بزنی بیرون. اسکل، دیوار رو بشکن. مغز فندقیا، از اتاق بزنید بیرون. دیوار آجوری رو بشکنید. این فقط سطح یک اینقدر جنب و جوش دارن و ترسیدن. بگیر بشکن. چرا نمیشکنی؟ بشکن. زود باش، برو بیرون تا سوراخ نشونیم. خدای من، زود باش. بابا شوخیت گرفته. این فقط یک مرحله از 10 مرحله بود. باید در هر 10 مرحله راه خروج را پیدا کنید تا به $100,000 برسید قبل اینکه تایم صفر شود. بچه‌ها وقت استراحت نیست، تایم داره میگذره. پس بچه‌ها بیا زود حرکت کنیم. بچه‌ها مراقب باشید، عجله نکنید، مراقب باشید. 1 کیلو داخل این اتاق پنهان کردم، اونو پیدا کنید فعلا. نه پشت این ساعت نیست. ممکنه اینجا باشه. یه لحظه ببینم تو سوراخ این لامپ نیست. داداش جیمی میتونی یه راهنمایی کنی؟ بچه‌ها یه نگاه بندازید، این پول روی این ریله. دقیقاً 55 دقیقه بیشتر بشه داخل آتش میسوزنمش و یه بار دیگه تکرار نمیکنم. به نظرتون جیمی کلید رو کجا میذاره؟ فکر کنم داخل این توستر گذاشته. نه، داخل این توستر نیست. حالا کجا رو نگشتی؟ کمک کن و منو بلند کن. فکر کنم این زیر یه چیزی هست. احسن، تو راست میگی. فرار کنیم یا باز کنیم. نگاه کنید چه تلاشی انجام میدن. کلیش در بازه. وارد مرحله 3 میشیم. دوستان اینجا شبیه بازی ماینکرافته. این مرحله را از بازی ماینکرافت الهام گرفتم. به نظرت راه خروجی به TNT روی دیوار ربط داره؟ باید روشنش کنم. واقعا فکر میکنی که منفجر میشه؟ من خستم، خوابم میاد. اونجا رو نگاه، یه غار و یه آتش وجود داره. نگاه. 2 تیر از جعبه بردار. حالا یک شب آتیش روشن کن. هر وقت گفتم بیا پیش من، بیا الان پیش من. اونجا نشانه بگیر. هر وقت گفتم شلیک کن. 3 2 1. نشانه‌گیری چنگی به دل نمیزنه. حالا دومی رو شلیک کن. 3 2 1. لااقل یک شو به هدف میزدی اسکل. با دست میخوای فشار بدی؟ آره. فرار کن اسکل. یه راه خروج همینجا. آره خوبه، بیا بریم بچه‌ها، بیا بریم. این بوزه رو نگاه، شبیه جیمیه. چه خوشگله. سلام بوزی. به سطح 4 خوش اومدید. جیمی این خیلی شبیه توه. خفه شو، اون شبیه خودته. قفل داخل سنگو بیرون میکشن در حالی که از باز بودن در خبر ندارن. بچه‌ها دارید بازی میکنید، زمانتون داره تموم میشه. زود باشید، وقت ندارید. به نظرم برای بیرون آوردن این کلید باید با تبر این سنگ رو از بین ببریم. اکیرا سابقه از رسانه $2 میلیون داره. بهش کمک نمی‌کنی؟ کارل، من به او کمک خواهم کرد. چقدر زمان برای بیرون آوردن این کلید صرف کردن این کس مغزا. من تصمیم گرفتم بهشون یه اشاره کنم و کمک کنم. فقط میخواید کلید رو در بیارید، در رو باز کنید. اکیرا تو برو در رو باز کن. بچه‌ها این بازه. جیمی سر ما رو شیره مالیده. بیایید. به این مارکت که شبیه یه هتل خوش آمدید. ما با زکین تعداد اتاقهای مخفی زیادی را تو این راهرو ایجاد کردیم، اما کریس زود به نقشه ما پی برد و دیوار آجوری را فرو ریخت. اکیرا، اینجا یک ورودی مخفی وجود داره. کریس، این است، راست میگی. او واقعا دیوانه است. کارل، کریس، ای خدای من، این چیه؟ اکیرا، مارهای زیادی اونجاست. نگاه کن، اون خیلی بزرگه. این مار 18 متر و 200 کیلو وزن داره. من میرم. چی؟ من فکر میکنم باید روی این موضوع بایستیم. نه داداش، اشتباه میزنی. اونجا یه در باز شد، دیدی؟ خیلی سریع در بسته شد. جریان دونستید؟ آره. حالا یکی از شما باید بره دنبال اکیرا و روی اون سکو وایسته. حالا من یا تو؟ نه تو. پس بیا یه سنگ کاغذ قیچی بیاریم. نظر چی، موافقی؟ خب سنگ کاغذ قیچی. مگه بچه‌ای؟ بیا برو ببینم. من از این مورا میترسم. وای خوش بگذره. بای. نه. آقایون، به مرحله بعد خوش اومدی. شکلات‌ها رو بریزید روی زمین. این همه شکلات، من چقدر خوشبختم. یکی از اینها بلیت خروج شماست که شما را از این اتاق خارج میکنه. در حالی که آنها به دنبال بلیت هستن،
این بار در مورد شکلات‌های فستیوال با طعم‌های بی‌نظیر حرف می‌زنم. طعم‌های اصلی، بادامی و کرانچی. من کرانچی. منم بادامی رو دوست دارم. میخوام این طعم شکلات‌های بی‌نظیر فستیوال رو به اکیرا بدم، ببینم اکیرا دوست داره یا نه. اکیرا امتحان کن. محشره. هر کس شکلات‌های فستیوال ما رو بخره و بارکد روی آن را برای ما اسمس کنه، به 10 نفر به غیر قوره بلیت سفر به دور دنیا رو برایشون رزرو می‌کنیم و همچنین به سایر افراد $1,000,000 بین سایر افرادی که خرید کردن تقسیم می‌کنیم. منم برم بخرم. این چیه ببینم؟ فکر کنم اینه. آره خودشه. برای تست شانستون به لینک سایت مراجعه کنید. اما اکیرا به سرعت میره دنبال در و در رو باز میکنه و به مرحله 8 وارد میشه. یک کتابخانه عظیم با بیش از 1000 جلد کتاب و تنها یک در این کله رو باز میکنه با 19 دقیقه زمان باقی مانده. حل داداش. ایلان ماسک داره کجا رو نگاه میکنه؟ فکر کنم داره این نقطه رو نگاه میکنه. نگاه کن. اکیرا اگر اجازه بدی 5000 از اون پول رو بسوزونم و راهنماییت کنم. آره بسوزون، راهنماییم کن ولی. هی چندلر 5000 از اون پول رو بردار و بسوزون. باشه. به نظرم این $5000 بود، کافیه. حالا من به یه سمت خاص اشاره میکنم. تو برو بالا ببینم پیدا میکنی. نه تو بیا پایین، تو نمیتونی، تو ضعیفی. حالا تو برو بالا. ببینم اینجاست. آره اینجاست. در رو باز کنم. دیدی باز شد. برای $100,000 یا $95,000 کمتر از 15 دقیقه وقت داری. فقط 13 دقیقه و نیم. فهمیدی اکیرا؟ باشه. اکیرا به سطح 9 خوش اومدی. در سطح‌های قبلی یادت بود که کلنگ و میخ داشتی؟ من باید به مرحله قبل برگردم. فقط 13 دقیقه زمان داری. زمان کمی دارم. اگه تا 11 دقیقه و نیم به این پول نرسه من پول رو میسوزونم. مثل این. انگومی خوب بردارم و برم. و این آخرین مرحله است. اگه به روبرو نگاه کنی $90,000 روبروت است. باید بدون دست زدن به این گدازه ها از آن عبور کنی. باشه شما تو این ویدیو فقط $2,000,000 از دست دادی. نمیدونم با این مرد کجاها میرفتم، فقط خواستم مطرحش کنم. صبر کن. پات اذیت نمیکنه خوب؟ آره پام خوبه، مشکلی نیست، چون قبلا برات مشکل ساز بوده. کارن تو خوبی؟ آره خوبم. حالا برم یک کم قلقلکش بدم. او خیلی جدی و مصمم است. او در واقع پول میگیرد، مفتی که زحمت نمیکشه. قلقلکی هستم. خب به مرحله آخر رسیدیم. حالا از این میله ها حرکت کن. فکر کنم براش خیلی آسانه. اکیرا داره شتابان به سمت پول میدوه. اکیرا مراقب باش پولا نسوزونی. آفرین پسر خوب. تو دیگه برنده شدی اکیرا. کمتر از 2 دقیقه. این پولای واقعی نیست و فیکه. پولای واقعی داخل این کیسه است و برنده $95,000 شد. آفرین. رفع گرسنگی از شکلات‌های فستیوال استفاده کنید و یادتون نره حتما کانال مسعود رو سابسکرایب کنید. دیدید من برنده شدم. برگردیم به مرحله قبل ببینیم کریس حالش چطوره. من دیگه با این مارا دوست شدم. دوستشون دارم. میبرم خونمون. امیدوارم از این ویدیو جذاب لذت ببرید و در پایان ویدیو حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا یک ویدیوی دیگر، بدرود.